سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب هستی. علیکم السلام و رحمت الله. مسئله نماز جمعه در اروپا که هستیم، بعضی مسجدها یا که با مسجدی که ما میریم در اومدگوش از طرف قبله است اخی، و وقتی که اتوبوس ها دیر میکنن بعد وقت دیر میرسیم پیش از رمضان اونجا جاها پرای جای خالی است که رو پروی یا که در بری امام است، نه که از این طرفی پای افضل گذارک خلاص امام نمیتوه همونجا در ممکنه که ما بخونیم یا که چیکار کنیم. مقصد که بعض وقت جو پرای دیگه نمیدونیم چیکار کنیم، مجبوریم که اونجا از امام پیش انیق گفتن نمیتونم امام پیشه، نه که با فکرم که از امام پیشه. بله و بعد نماز غیر وقتی نماز جمعه میسنجیده که از امام پیش باشد نمیشد خونده. اصلا کسی که امام پیش میستد نمازش باطل است. در شهری که پیش بدم استاد یک وقت پیش از وقتی که اومدم پر بجو در مسجد کلام بود، نه که در دیگر پیش گذاشتن نمیشید. در پیش از نماز خوندم یک نفر اومد گفت که مقصد نمیدونیست، نه که گفت نخون که تو نماز همه را بگیم که بریدی، مقصد نماز درست نشید. نماز دیگرها رو نمیبرید و نماز خودتان باطل است. جمعتان جمعه نمیشد اگر از امام پیش خوانید. تمام استاد فهمو. رفتن در کار یا امام اینه به نظر گیرد اگر آدمانی که دیر میبیان بسیار باشند باید جمعه به دو قسم تقسیم کنند. مسجد ما امام مسجد ما جمعه مسجد ما به دو تقسیم کردگی است در همه اروپا. یعنی یک گروه مردم ساعتی مثلا یک میخونند، یک گروه مردم ساعتی دو میخونند. دو امام به نوبت امامتی میبرند که در زمستان خاصتا مسجد نمیبرد. مردم در بیرون برف و باران جا کرده نمیشد، باران بسیار است. برای همین به دو گروه تقسیم کردن. اگر امکانیتی هم خیل باشد این خیل میکنه، اگر جا باشد همون باید همین مسئله امام بیند. امام باید امام فقط وظیفش نماز خواندن و امر معروف کردن و شریعت بیان کردن نه. راهی مردم ها مادامی که مثلا مسجد اجاره گرفتگی امکانیت نیست، اصلا باید در اطراف قبله نباشد. اطراف در قبله فقط پجر نویخد مجبوری و برای اضطراری فقط یا برای در آمدن امام یا برای خواندن جنازه باید باشد. مردم باید از طرف مقابل قبله به مسجد درآیند. حتی این درهای اهل مسجد هم خلل میرسونه، گاه از پیش نماز میگذره آدمو نمیفهم. برای مردم اگر این مسجدایی که اجاره گرفتگی یا خریدگی مثلا عمارتی تیاره، بله در این دیگه امکانیتش ندارد، لیکن یگان جای قالینش جمع کند یا یک دراشکی علاهیده پرتافتنش در کار که اونجا کسی نماز نخواند، نویسد که نماز نخواند، یا آدم مسئول ماند که اینجا راه است تا اینکه مردم صفای آخره پر کرده بیایند.